حالا زمانی بود که باید به امپراتوری دیگری چشم می‌دوخت. بابل تنها قدرت بزرگ در آسیای غربی بود که تحت سلطه پارس‌ها قرار نداشت. از آنچه در اون نبرد گذشت جز تصویر کلی اطلاع دقیقی در دست نیست. روشن نیست آیا کوروش خودش در اون نبرد بوده یا نه، اما تصور حضور کوروش در خط مقدم چنین نبردی قطعاً هیجان انگیزه. معلوم نیست که او واقعاً در خط مقدم این جنگ حضور داشته یا نه. بعضی از پادشاهان ایرانی قبل از کوروش و همینطور اسکندر چنین کاری کرده بودند، اما چون در باورهای ایرانی مرگ پادشاه فاجعه‌ای بزرگ به شمار می آمد، نمیشه نظر قاطعی در این باره داد. یک افسانه یونانی دیگه توصیف میکنه که چگونه سپاهیان کوروش با تغییر مسیر رودخانه فرات و هدایت اون به خندق عمق آب رو به اندازه‌ای کم کردند که سربازان تونستن با عبور شبانه از رودخانه بابل رو فتح کنند. او بابل رو با قدرت نظامی، درک صحیح سیاسی و نقش و برنامه فتح کرد. این داستان خیلی خوب نشون میده که چقدر افسانه ها میتونن از یک واقعیت تاریخی قدیمی و البته خسته کننده قوی‌تر و تاثیرگذارتر باشن. آنچه درباره این جنگ قطعی است پیروزی کوروشه. او قهرمانی بود که فاتحانه وارد بابل شد. اینجاست که سوال دیگری هم به ذهن خطور میکنه. رفتار کوروش با مردم و پادشاه مغلوب چگونه بود؟ آیا اون رو هم میشه با افتخار به یک قهرمان نسبت داد؟ در باورهای یونانی گزارش‌هایی درباره این هست که ایرانیان چطور تونستند بابل را فتح کنند. اما من ترجیح میدم در این باره به باورهای ایرانی وفادار بمونم که میگن گروه‌هایی از مردم اونجا که البته روحانیون بابل جزوشون نبودن با کوروش همراهی کردند یا دست کم در مقابل شاه بابل ایستادند و احتمالاً همین گروه از مردم بابل بودند که فتح بدون خشونت این شهر رو برای کوروش و فرماندهانش ممکن کردند. He seems to be very practical. به نظر میرسه که اون خیلی عملگرا، واقع‌بین و خردمند بوده. مثلا وقتی به داستان‌های کوروش و کراسوس شاه لیدیا نگاه میکنیم، اولین تصمیمش اعدام این مرده و شاید هم اعدامش کرده. ولی طوری که این داستان تعریف میشه اینطوریه که باران بر آتشی که برای سوزاندنش برپا شده بوده میریزه و کوروش به این فکر میفته که شاید بهتر باشه به جای کشتنش ازش استفاده کنه. تو این داستانها به نظر میاد اون مرتباً درس میگیره از اتفاقات و تجربیاتش رو بعداً بارها و بارها به کار میبنده. اما این فاتح چهارگوشه جهان نه تنها به خاطر دلاوری‌ها و فتوحاتش بلکه به خاطر انسانیتش هم جاودانه شده. به هر دلیلی که بوده، یا اعتقاد قلبی یا سیاست‌ورزی خردمندانه، آنچه کوروش در منشورش و بر استوانه‌ای که به نامش معروف شده نوشته به باور بسیاری اگر نه اولین که یکی از مهمترین سندهای حقوق بشر در جهانه. در این منشور بر مشروعیت پادشاهی کوروش و احترام او به مذهب و سنت‌های بابل تاکید شده. او میگه به سربازانش دستور داده تا کسی رو نکشند و صلحجو باشند. کلاً قسمت اولش درباره بابل در زمان پیش از کوروشه. قسمت دوم از زبان خود کوروشه که خیلی مهمه. البته باید در اینجا اضافه کنم که متن زبان منشور کوروش به زبان بابلیه، یعنی به زبان فارسی باستانی که زبان خود کوروش بوده نیستش، بلکه به سنت بابلی، به زبان بابلی
نوشته شده. و در این قسمت دوم ما راجع به خود کوروش خیلی اطلاعات پیدا میکنیم. مثلا اولش تعریف میکنه که پسر کمبوجیه بوده، پدر بزرگش آستیات بوده و بعد شرح میده که چطور وارد شهر بابل میشه و اونجاست که واقعا اهمیت این منشوره و ما از زبان خود کوروش میشنویم که این چطور به سربازاش دستور میده که اسلحه هاشون رو بذارن کنار و کسی رو نکشن و قتل عام نکنن و این اهمیتش بی اندازه زیاده. موضوع فقط خود این منشور نیست، نحوه شکل گرفتن این منشور هم مهمه. کوروش این منشور رو به رسم بین النهرین ساخته، به سنت اونها احترام گذاشته و به زبان بابلی نوشته. این نشان دهنده احترام کوروش به سنت‌های مناطقیه که ازش شکست می‌خوردن. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابل که برخلاف خواست خدایان یوغی بر آنان نهاده بود که شایستهشان نبود. اگر آنچه که در منشور کوروش نوشته شده را ملاک قرار بدیم، حکومت او برخلاف بسیاری از فرمانروایان دنیای قدیم بر اساس صلح و مدارا بوده. به نظر میرسه خود کوروش هم خیلی متواضع بوده. مقایسه پاسارگاد و تخت جمشید شاید تفاوت کوروش رو با پادشاهی مثل داریوش نشون بده. منشور کوروش یک سند بسیار جالب و مهم برای دوره باستان. به نظر من نظیر نداره از این لحاظ که یک پادشاهی به این گونه با مردم مختلف با زبانهای مختلف، ادیان مختلف، فرهنگهای مختلف به صورت مساوات و با صلح رفتار بکنه. ما در دنیای باستان نظیر این سند رو نداریم و کاری که کوروش انجام میده. من میخوام از هر تاریخدون دیگه‌ای که در دوره باستان کار میکنه بخوام که ببینم آیا سندی مشابه اون میتونن به ما نشون بدن یا خیر. من فکر نمی کنم. واقعا به مردم امپراتوری خودش آزادی اینو میداد که سنتی که توی منطقه خودشون بود دنبال کنن، خدایانی که بهشون عقیده داشتن بپرستن، پرستشگاهاشون باز باشه و اجازه اینو داشته باشن که برن و کلن یک جامعه به وجود آورد که مردم حق و آزادی اینو داشتن که اون کاری که میخواستن بکنن. کوروش کبیر با تمام اشخاصی که از مذاهب مختلف، زبان مختلف و ادیان مختلف هستن و قومیت‌های مختلف به صورت مساوی برخورد میکنه، میذاره برگردن به اون جایی که از اون اومدن. او در تأسیس امپراتوریش بی‌نظیر و استثنائیه. امپراتوری عظیمی که فقط با امپراتوری روم میشه مقایسش کرد. و در آخر زندگی کسی که تمام عمرش رو در جنگ سپری کرده در میدان نبرد به پایان میرسه. بعضی‌ها معتقدند که او در یکی از سخت‌ترین جنگ‌هاش برای فتح شهر ماساگات کشته شد. این روایت قهرمانانه تر و دلاورانه تر از مردیه که آخرین سخنانش رو در بستر بیماری میگه. اما اصل این موضوع که کوروش چگونه مرد واقعا برای ما روشن نیست. آرامگاه او در پاسارگاد فقط مقبره پادشاه بزرگ نیست، نمادی است از خلاقیت و اقتدار یک امپراتوری که از فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون تشکیل شده بود. معماری این آرامگاه بعد از 2500 سال همچنان مرواریدی است در دل دشت پاسارگاد. کوروش حتما شخصیت خیلی پرجذبه‌ای داشته. اگر جز این بود نمیتونست این همه سرباز و پیرو برای خودش جمع کنه. به هر حال اون تونست پارس رو از کشوری کوچیک به این امپراتوری قدرتمند تبدیل کنه. قدرت نظامی برای چنین کاری کافی نبوده. کوروش این توانایی رو داشت که نه فقط مردم خودش رو در دورترین نقاط کشورش و در مجاورت دشمنان که حتی مردم کشورهای دشمن رو هم با خودش همراه کنه.
یونانیان در حال جنگ با ایرانیان هستند در زمانی که بایوگرافی کوروش رو می‌نویسن و از اون به نیکی به عنوان یک فرد استثنایی یاد میکنن. برای همین من فکر میکنم کوروش واقعا فردی فوق‌العاده و خارق‌العاده بوده. واقعا باید کوروش به عنوان سمبل دید، کسی که آزادی کامل به مردم میده ولی در ضمن هم دنبال گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک میره. اگر بخوایم شخصیت کوروش رو با القابی که شرق‌شناسان و مورخین به او دادن تعریف کنیم، باید از صفاتی چون رهایی بخش، فاتح چهارگوشه جهان یا پادشاه دادگر حرف بزنیم. اگر بخوایم از تأثیر او بگیم، کلاً وجود کشور به نام ایران رو بدون او به سختی میشه تصور کرد. اما مهمتر از همه اینها و فارغ از اینکه چقدر این خصایل افسانه‌اند یا نه، کوروش تجلی روایت ایرانی یک ابرمرده. پادشاهی است که در اوج قدرت فروتن و بخشنده است و همین مجموعه خصلت هاست که جایگاه او را در تاریخ ایران زمین و مردمش به اوج میرسونه.